خواهران عزیز، اینجا در درس صحیح بخاری درباره دعا در نماز صحبت میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر وقتی حضرت ابوبکر میگویند علمنی دعا ان ادعو به فی صلاتی، پیامبر الله به من یک دعای رو بیاموز که من اون دعا رو در نمازم بخوانم. پیامبر میگویند قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پیامبر این دعا رو به حضرت ابوبکر می آموزانند. میگویند بگو اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، خدایا من به نفس خود خیلی ظلم کردم و کسی گناه ها را به جز تو نمی بخشد. تو از نزد خودت مرا مغفرت کن و مرا رحمت کن به درستی که تو غفور و رحیمی، یعنی بخشنده و مهربانی. وقتی که ابوبکر صدیق این از پیامبر درباره دعا در نماز دقت دهید، بعد از نماز نه، دعا بعد از نماز رو هم کمی بعد میخوانیم. دعا در داخل نماز رو میپرسن، پیامبر این دعا رو میگویند. و خواهران عزیز، بعد از اینکه ما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اللهم بارک علی محمد را در آخر میخوانیم، در آخر نماز اساسا ما دعای اللهم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات میخوانیم. آره، این دعا هم هست، از پیامبر ذکر شده است، ولی همین دعا رو هم پیامبر به خود حضرت ابوبکر یاد میدهند که تو این دعا رو بخوان، یعنی شما میتوانید به جای همون دعا این دعا رو بخوانید. و این چنین در حدیث پایان آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا حاضر حدیث از عبدالله ابن مسعود است که میگویند ما وقتی که نماز میخوندیم در نمازمون میگفتیم السلام علی الله، السلام علی فلان، سلام به الله، سلام به فلانی، به فلانی میگفتیم. سپس پیامبر به ما گفتند شمایان بدانید که ان الله هو السلام، خداوند خودش سلام است. فاذا قعد احدکم فی الصلاه فلیقل التحیات لله، وقتی که در نماز نشستید به فلانی سلام، به الله سلام نگویید، التحیات را بگویید. وقتی شما التحیات را خواندید گویا که شما چیکار کردید؟ به تمام مؤمنان سلام گفتید. بعد از این میگویند ثم یتخیر من الثناء ما شاء، بعد از این که التحیات را گفته شدید و التحیات به آخر رسید کدام دعا رو خواهید خوانید. همینجا خواهران عزیز، سپس کدام دعا رو خواهید خوانید معنیش این است که شما بعد از نماز، بعد از التحیات رو خواندن و صلوات رو خواندن کدام دعا رو خواهید میخوانید. و اینجا نماز فریضه باشد چه است؟ با زبان عربی، چون که بعضی از علما میگن زبان دیگر زبان به نماز داخل شد نماز را باطل میکند. بهترش دعاهایی که از پیامبر آمده است مانند اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار و عذاب فی القبر، یا اینکه همین دعایی که الان خواندیم یا حضرت ابوبکر گفته بودند. پس این حدیث ها دلیل به چی است؟ دلیل به این است که بعد از التحیات رو خواندن و صلوات رو خواندن کدام دعاها رو خوانید هم شما می شود. هنوز سلام نداده دیگر دعاها رو خوانید هم می شود. و اینجا از حضرت عایشه روایت است که ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها انزلت فی الدعاء، همین آیتی که صدایت رو نه بلند کن نه پست کن درباره دعا آمده است. یعنی آداب دعا این است که دعاها رو شما نه با صدای از حد بلند بگویید نه با صدای از حد پست بگویید، با صدایی که خودتان شنوید یا اطرافیانتان اگر جماعت دعا کنید اطرافیان آن را بشنوند. و اینجا ما درباره دعا در داخل نماز گفتیم. در فتح الباری خواهران عزیز در همین کتاب میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در 6 جای نماز دعا خواندنشان به دلیل ذکر شده است. این چونین بعد از نماز هم دعا خواندن به دلیل ذکر شده است که باب دعا و بعد از صلات بعد از این می آید، یعنی دعا بعد از نماز. حالا اینجا 6 جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن، اولا وقتی که الله اکبر گفته دست را ماندن، همین که الله اکبر گفته دست را ماندن اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب، اللهم نقینی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللهم اغسل خطایای بالماء و الثلج و البرد. این دعا رو خوانده بودن. و این چنین باز یعنی
بعد از راست ایستادن الله اکبر گفته این دعا رو خونده. در دوامش هم بعضی از دعاهای دیگر هم خوندگی هستند و در وقت رکوع هم حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت رکوع اللهم اغفر لی گفته بودند، یعنی سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. حتی در وقت رکوع هم دعا کردن از پیامبر ذکر شده است میگویند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در سجده هم دعا کردند و حتی امر کردند که شما نزدیکترین موضع بین شما و پروردگار سجده است. این چنین بین دو سجده هم پیامبر صلی الله علیه و سلم اللهم اغفر لی، خدایا گناههای مرا ببخش گویان دعا میکردند. و این چنین دعا کردنشان بعد از صلوات یا گفتیم پیش از سلام دادن. پس بعد از الله اکبر گفتن و بعد از الله اکبر گفته یک کم راست ایستادن در وقت رکوع، بعد از رکوع خیستن، این چنین در چه؟ در وقت سجده و ببخشید بعد از رکوع خستن نیست، در وقت سجده و بعد از سجده خستن و این چنین پیش سلام دادن. در این حالت ها در همش به یکی از صحابه ها یا آموزانیدن دعا یا خود پیامبر دعا خواندنشون هست. یعنی شما می توانید در رکوع هم دعا کنید، در سجده هم دعا کنید، بین هر دو سجده هم دعا کنید، ولیکن زیاد بین سجده ها نه فقط اللهم اغفر لی یا اللهم ارحمنی آمده است و این چنین پیش از سلام دادن. و اینجا اکنون دعا در داخل نماز بود. بابو دعای بعد از صلات، دعا بعد از نماز رو میخوانیم خواهران عزیز. اینجا اولا تسبیح بعد از نماز. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا سبحان الله وقتی که در زمان پیامبر اهل ثروتمندها هم جهاد می روند، هم صدقه میکنند، هم نماز میخوانند، بعضی از کمبغلان به نزد پیامبر آمده میگویند پیامبر الله تمام ثواب و تمام اجر را این آدم های پولدار گرفتند. آنها مثل ما نماز میخوانند، مثل ما جهاد میکنند، اما آنها با صدقه هم میکنند که ما پول صدقه کردن نداریم، آنها خیلی ثواب زیاد میگیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این را از چند کمبغل بیچاره میشنوند میگویند افلا اخبرکم بامر تدرکون من کان قبلکم و تسبقون من جاء بعدکم. آیا من شما را خبر دهم به کاری که شما با کردن آن کار ثواب پیش از خودتان بوده و بعد از خودتان می آمده را میگیرید و آنها مثل این ثواب را گرفته نمی توانند مگر اینکه مثل شما این عمل را انجام دهند. وقتی میگویند آره چی کار کنیم؟ پیامبر میگویند شما بعد از هر یک نماز 10 بار سبحان الله بگویید و 10 بار الحمدلله بگویید و 10 بار الله اکبر گویید. یعنی خواهران عزیز بجز 33 بار سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفتن 10 بارش هم آمده است. بعضی وقت اگر شتاب باشید شما فقط 10 بار سبحان الله، 10 بار الحمدلله، 10 بار الله اکبر گویید هم می شود که در این حدیث بخاری در چه درباره 10 بار تسبیح و تحمید و تکبیر گفتن آمده است. اما این درباره تسبیح بود. اکنون نگاه کنید در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هر یک نماز چنین میگفتند. حدیث از مغیره هست، مغیره ابن شعبه هست که میگویند پیامبر بعد از نماز این دعا را میکردند، یعنی بعد از سلام دادن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از نماز فارغ می شدن می گفتن نیست المعبود بر حق بجز الله، او یگانه است و شریک ندارد و از آن او ملک و از آن او تمام ستایش ها و او به همه چیز توانا هست. در دوامش دعا کرده می گفتم پروردگارا وقتی تو دادی کسی آن را من کرده نمی تواند، وقتی تو دادی کسی آن را گرفته نمی تواند و کسی وقتی تو ندادی به کسی چیزی داده نمی تواند. یعنی کسی که تو محرومش کردی کسی آن را ثروتمند کرده نمی تواند و یگان نفر رو نه آبرویش نه پول و مالش مگر عمل صالحش در نزد تو کمک نمی کند. ولا ینفع ذا الجد منک الجد معنیش این است که فقط عمل صالح انسان را در نزد تو
نجات می‌دهد، نه آبرو و نه ثروت کسی را فایده نمی‌رساند. و مغیره ابن شعبه چی میگویند؟ این دعا را پیامبر بعد از نماز می‌خواندند. این چنین خواهران عزیز به معاذ هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بعد از هر یک نماز این دعا را بخوان: اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگارا مرا برای تو را ذکر کردن و شکر کردن و عبادتت را به بهترین شکل انجام دادن به من کمک کن. یعنی این هم دعایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ بعد از نمازت بخوان. و اینجا صاحب کتاب میگویند بعضی از نفرانی هستند که گویا دعا کردن بعد از نماز را بدعت میگویند، اما در ما یک تانه یک چند دعا هست که پیامبر آن را بعد از دعا خواندن، بعد از نماز خواندن را به بعضی از صحابه ها آموختن یا خودشان خواندن. و این چنین حدیث دیگر هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین وقتی که دعا اجابت می شود یا نصفه شب است یا بعد از نماز 5 وقته. یا حدیث حسن است که میگویند بهترین وقتی که وقتی اجابت دعا است بعد از نماز 5 گانه یا نصفه های شب است. فقط که خواهران عزیز در مثلا بسیاری از دولت های آسیای میانه در ترکیه هم این چیز است، امام بعد از سلام دادن دعا کند گویا که فرض است، قطعش دعا نکنی گناهگار میشوی ترک کرده روی. انا همین فکر عموما درست نیست، برای اینکه دعا کردن بعد از نمازها این چی است؟ مستحب است، خوب است، سنت است. اما دست جمعی همیشه بعد از نماز نشسته دعا کردن در حقیقت کسی رو مجبور کردن هم درست نیست و این گونه یعنی گویا که سنت است یا فرض است گفتن هم خطا می باشد. اما پیامبر بعد از نماز خودشان دعا کرده بودند به صحابه ها یاد داده بودند که این دعاها رو، یعنی دعاهایی که پیامبر بعد از نماز می خواندند، حفظ کردن ما هم نماز ما رو با خشوع میکند، هم ما رو باز به پروردگار نزدیک میکند. خصوصا خواهران عزیز دعایی که پیامبر به حضرت ابوبکر یاد دادن، ابوبکر که مبشر بالجنت هستند، الله که بشارت شده به جنت هستند، پیامبر میگویند بگو که یعنی دعا فقط برای آخرت است. خدایا من به خود خیلی ظلم کردم، تو باشی بخشنده گناه هستی، بجز تو کسی گناه ها را نمی بخشد، مرا ببخش و مرا به رحمتت گیر. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. این دعاها رو خواهران عزیز چقدر حفظ کردیم و گفتیم باز مرتبه شما ان شاء الله وقت خالصانه است در نزد پروردگار بالا شدن میگیرد. این بود دعا در داخل نماز و دعا بعد از نماز که الحمدلله از کتاب بخاری گفته گذشتیم و دیگر دعاهایی که پیامبر گفته بودن ان شاء الله درس دیگر میگیریم.